بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. آز و طمع، چشم خالی بودن، طمع داشتن، به هر چیزو به دست آوردن برای دنیا خیلی صفت زشتی هست. حضرت حکیم ابن حزام، یکی از صحابه که تازه مسلمان شده بود، میفرمایند که من رفتم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مالی خواستم، به من دادن. دوباره مال خواستم، به من دادن. دوباره خواستم، به من دادن. بار سوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من گفتند که یا حکیم جان، این هذا المال خضرة حلوه، این دنیا زیباست، گیرایش داره، شیرینه. فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له فیه، کسی که این دنیا رو با سخاوت دل اون رو گرفت، خداوند درش بدون چشم داشت، بدون چشم خالی بودن، خداوند بهش برکت میده. اما من اخذه به اشراف نفس، کسی که با چشم خالی بودن دنیا رو میگیره، دلش میخواد دنیا رو جمع کنه، این خداوند بهش برکت نمیده. کالذی یأکل ولا یشبع، مثل کسی که هی میخوره و هرگز سیر نمیشه. حکیم میگه من به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این رو فهمیدم قول دادم که هرگز چیزی از کسی نگیرم. بعدها حکیم امکان نداشت کسی به حکیم چیزی بده اون ازش بگیره. مالش که مال حقوق خودش بود در بیت المال، حضرت ابوبکر بهش میداد نمیگرفت. حضرت عمر بعدن هرچه حقوقش بود حقش بود نمیگرفت. حضرت عمر می اومد داد میزده های مسلمونا شاهد باشید روز قیامتی نه به صلاح بلای جون من بشه، من دارم حقشو به حکیم میدم، حقشو نمیگیره. چرا که حکیم درک کرده بود که رسول و محبوبش میفرمودند که در انسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسان پیر میشه مگر دو صفت، که اون دو صفت هر چه انسان پیرتر میشه اون دو صفت در انسان جوانتر میشن. اون دو صفت چیان؟ حرص علی المال، حرص و آز برای زرندوزی، و حرص علی العمر، و اینی که بیشتر زندگی باشه. هر چه انسان پیرتر بشه دنیا دوستیش بیشتر میشه، هر چه انسان پیرتر میشه حرصش، دل چسبیدنش به دنیا و به اینی که عمر درازتری داشته باشه بیشتر میشه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 چیز است که من اگر بخوام روشون قسمم میخورم. یکی از اون چیزها چی بود؟ ولا یفتح عبد باب مسئله الا فتح الله علیه باب فقر. هیچ انسانی سوال نمیکنه، از دیگران نمیخواد، دروازه سوال و گدایی رو باز نمیکنه مگر این که خداوند فقر اون رو بیشتر و بیشتر میکنه. خداوند در مقابل اون دروازه از فقر رو باز میکنه. و میفرمودن لا یزال قلب الکبیر شابا الا فی اثنین، لا یزال قلب الکبیر شابا فی الاثنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که همیشه دل آدم حتی فرسوده و سال خورده جوون میمونه در 2 چیز: حب الدنیا و طول الامل، محبت و عشق ورزیدن به دنیا و زرندوزی و آرزوهای دور و دراز داشتن. و میفرمودن منهومان لا یشبعان، 2 تا گرسنه‌اند که این 2 تا گرسنه هیچ وقت سیر نمیشن. منهوم فی علم لا یشبع، کسی که دنبال علم و دانش هست این هیچ وقت سیر نمیشه، هی بیشتر و بیشتر کسب میکنه. و منهوم فی دنیا لا یشبع، و کسی که گرسنه دنیاست این هم هیچ وقت سیر نمیشه. اگر در دلمون آز هست بیاییم آز رو از دلمون بندازیم بیرون که خدایی نکرده باعث هلاکت ما میشه.